چه خبر؟ دلم براتون خیلی تنگ شده بود خدا وکیلی. ما که خانوادگی یا آنفولانزای دست جمعی گرفتین دلتون نخواد، ولی الان سر و مر و گنده قبراق در خدمتتونم با ادامه ماجرای پشت در اتاق خواب لویی 14 چه خبره. اونایی که قسمت 1 رو ندیدن بهشون پیشنهاد میکنم که اول برن قسمت 1 رو ببینم، بعد بیان اینجا همینجوری که من دارم سبزی پاک میکنم و غیبت میکنم و کار خونه رو میکنم براتون تعریف کنم ببینیم بقیه داستان چی شد. بچه یادتون هست که دفعه پیش براتون تعریف کردم خانم دونبازون از قصر مجبور میشه که بره، بدنام شده بود و بعد چه اتفاقایی افتاد براش و اینا. خب بعد از رفتن خانم دونبازون پادشاه لویی 14 دیگه دوباره برمیگرده به همون عیش و نوشش و نمیدونم کارهایی که توی قصر انجام میداد. هر روز مهمونی و گردش و تفریح تا اینکه یه مریضی خیلی صعب العلاج میگیره و دیگه همه دکترها ازش قطع امید میکنن و میگن که این داره میمیره. کل دربار و اشرافزاده ها هم دیگه میرن سراغ برادر کوچیک لویی که بهش میگفتن آقا. چرا بهش میگفتن آقا؟ به خاطر اینکه مخنث بوده. چرا مخنث بوده؟ به خاطر اینکه مازان صدر اعظم بود که بهتون گفتم، برای اینکه بعدها برادر لویی برای لویی پادشاه فرانسه مشکلی به وجود نیاره یه جوری تربیتش کرده بود که روحیه سلحشوری رو توش بکشه، یه جوری تربیتش کرده بود که هیچ شخصیتی از خودش نداشته باشه و خیلی همجنسگرا بود. به خاطر همین اونم کلا تو فکر عیش و نوش و اصلا کاری با سیاست و اینا نداشت. حالا خلاصه اینو بذاریم کنار. میخواستم بگم که همه دربار میرن سمت اونو، دور و بر لویی خالی میشه و تو بستر مرگ دیگه تنها میشه. حالا یه خواهرزاده بود مازان، گفتم برای مازان صدر اعظم خواهرزاده‌شو در نظر گرفته بود برای لویی میخواست بچسبونه بهش. اون خواهرزاده تنها کسی بود که بر بالین پادشاه شبانه روز میرفت و گریه میکرد و براش کتاب میخوند و اینا. خلاصه پادشاه میفهمه که این خیلی دختر خوبیه، بعد به صورت کاملا اتفاقی از بستر مرگ نجات پیدا میکنه و اون دختر رو میکنه همراه همیشگیش. خلاصه هر جا که میرفت گردش شکار اینا این دختره هم با خودش میبرد و تا اینکه مازان به این نتیجه میرسه که گفتم مازان صدر اعظم فرانسه خیلی ارق ملی داشت، به این نتیجه میرسه که ازدواج لویی 14 با خواهرزاده‌اش هیچ بهره‌ای نداره برای کشور فرانسه. میگه چیکار کنم چیکار نکنم؟ خب دختر پادشاه اسپانیا رو براش در نظر میگیره. دختر پادشاه اسپانیا رو لویی هنوز ندیده بوده، یعنی تا حالا تو زندگیش رو ندیده بوده و خیلی مخالفت میکنه با این جریان. میگه که نه من اینو نمیخوام و اینا. مازان صدر اعظم و مادر لویی 14 که ملکه آن دوتریش بود بهش میگن که ببین تو اگه با دختر پادشاه اسپانیا ازدواج کنی یه عالمه از خاک اسپانیا ضمیمه میشه به عنوان جهیزیه به خاک فرانسه و این برای کشور ما خیلی برده. در ثانی جنگی که بین اسپانیا و فرانسه است برای همیشه دیگه پایان میگیره و یه صلح جاویدان برقرار میشه. خلاصه بچه اینو بهتون نشون بدم. من اینو از اینجا گرفتم. یه وسیله کاملا ساده است برای آب لیمو گرفتن. اینجوری میپیچونیم توش، اینجوری نگاه کنیم توش الان آب لیموه، هر چقدر فشار بدی توش پر میشه. اینجوری میریزی روی هر چی که خواستی. اینو خودم کشف کردم، اگه جایی پیدا کردین حتما بخریدش، خیلی بامزه است. الان دارم میریزم روی مرغ تا بذارم تو فر، بهش میگن مرغ کباب فری، فر تو کبابی، مرغی که توی فر کباب شده. عجب بچه باحالیم من. خب آره خلاصه یه ذره زعفرونم الان میریزم روش. برم موهامو ببندم، فکر کردم خوشگل میشم اینجوری، ولی همش میاد جلوی چشمم، خیلی اذیتم میکنه. والا دستکش کجاست؟ دستکش ندارم. خب ما به وسیله یک قاشق، آی سوختم، این زعفرون رو میریزیم روی مرغ، سمشاور میکنیم از زعفرون. سمیک کنین لیلا خانوم.
ادویه نمک فلفل، ادویه نمک و فلفل و زردچوبه و روغن زیتون. روغن زیتون کم بیشتر میریزیم که یکم چربتر شه. الان مثلا خیلی من واردم، اینجوری میریزم. به به به، خیلی خوب. ببین جایی نرید، الان همه رو براتون تعریف میکنم، اصلا هیچ نگرانی وجود ندارد. فلفلم اونوره. خب اینم فلفل میذاریم اینجا. دستکش آماده گذاشتم، وقتتون رو نگیرم فقط. همینجوری که با دستکش اینو ورد میدم، اینم روشن میکنیم فرو. امروز گفتم این غذای ساده درست کنم، چون که ساده منظور این که درست کردنش زیاد اذیت نمیکنه. برای اینکه خیلی کار داشتم، صبح رفتم دنبال کارهای اقامتم، یه عالمه کار اداری داشتیم با حامد. دیگه رسیدم خونه خیلی دیر شدن و نزدیک اومدن بچه‌هاست. بنابراین یه غذای خیلی راحت الوصول آماده کردم براشون. بچه‌ها پیاز نزدم. آقا تو همین فاصله ملکه برای اینکه آب ریزی نشه و توی دربار اسپانیا نفهمن که لویی 14 معشوقه داره، دیدار لویی 14 رو با خواهرزاده صدر اعظم ممنوع میکنه. یه نفر هم میذاره که کشیکشون بده، یعنی اینا تا میرفتن تو اتاق، یه نفر میرفته تو اتاق سرزده که اینا رو غافلگیر کنه و نذاره که با هم دیگه حشر و نشری داشته باشن. خلاصه اون یه نفری که هی میومده تو اتاق سرک میکشیده خیلی تو مخ لویی 14 میرفته، تصمیم میگیره که ازش انتقام بگیره. چیکار میکنه؟ یه روز میگه که من میخوام به همه ندیمه های توی قصر جایزه نفیس بدم، هدیه نفیس بدم. بعد که همه وای میستن هدیه هاشونو میگیرن و میرن، یهو میبینن از تو اتاق خوابه همون خانومه که کشیک وای میستاده صدای جیغ و داد میاد. بعد که میرن اونجا میبینن لویی 14 تو جعبه کادوش براش موش فرستاده بود. شیطون بودا. چه میکنه این اوستا؟ خب بریم چاقو رو بشوریم که میخوام سالاد درست کنم. سالاد چی؟ سالاد لیلاپند. بچه بعد از اینکه لویی و خواهرزاده صدر اعظم حسابی گریه‌زاری میکنن و اینا، ملکه آن دوتریش قبول نمیکنه. میگه که نه، ما باید صلاح کشور فرانسه رو در نظر بگیریم و اینکه ماری همون خواهرزاده صدر اعظم باید تبعید بشه به یه شهر دیگه ای از فرانسه. خلاصه با گریه‌زاری و اینا اینو راهیش میکنن و جدا میشه از لویی 14. ولی صدر اعظم میگه که هنوز که هنوزه پادشاه موافقت نکرده، بنابراین از خواهرزاده خودش میخواد که یه نامه بنویسه به لویی 14 و توش اتمام حجت کنه، بگه که من از ازدواج با شما صرف نظر کردم، لطفا مصلحت کشور فرانسه رو در نظر بگیرید. خلاصه ماری طفلک همین کارو میکنه و نامه رو میفرسته برای پادشاه. پادشاه هم بعد از اینکه یه مدت تو افسردگی و اینا گذرون، دوباره برگشت سر همون خونه اول و یعنی دوباره خو گرفت به زندگی طبیعی. و قرارمدار عروسی رو که گذاشتن، قرار شد 6 تا ایالت از اسپانیا اضافه بشه به خاک فرانسه. از اون 6 تا ایالت که الان یکیشون لوکزامبورگ که همین کنونیه، لوکزامبورگ خودمون، البته الان لوکزامبورگ خودش یک کشور به حساب میاد، اونم الحاق میشه به، یعنی اضافه میشه به کشور فرانسه. این جزء جهیزیه عروس خانوم بود.
دربار با یه تشریفات و دبدبه و کبکبه‌ای راهی میشه که بره مرز فرانسه و اسپانیا. یکی از تشریفات عروسی این بود که یه تخت خیلی بزرگی رو میذاشتن درست روی خود مرز که 2 تا پایه‌اش توی خاک فرانسه بوده، 2 تا پایه‌اش هم تو خاک اسپانیا بوده. ملکه آن اتریش می نشسته اینور، پادشاه اسپانیا می نشستن اونور، راجع به تشریفات عروسی و قول و قراراشون صحبت میکردن. حالا ملکه ماری آن اتریش می شده خواهر پادشاه اسپانیا، ولی اینا سالها از هم دور بودن و با هم قهر بودن و تو کشورشون جنگ بوده بین این 2 تا کشور. خلاصه وقتی همدیگر رو میبینن خواهر برادر، کلی گریه و زاری و فلان. یکی دیگه تشریفات عروسی هم این بوده که بچه‌ها عروس‌دوماد تا شب عروسی نباید همدیگر رو میدیدن. این جزء رسومات سلطنتی بوده. آره. بعد خلاصه این لویی بدبخت، لویی 14 گفت بابا من هنوز عروس رو ندیدم، اگر داشت بدم بیاد من چیکار کنم و اینا. خلاصه میگن نه الا بلا، این جزء رسوم سلطنتی باید رعایتش کنیم. خلاصه اینم میگه باشه دیگه رعایت میکنم. خلاصه یه 3-4 شب عروسی رو میگیرن، هنوز عروس‌دوماد نمیبینتش عروسو تا شب زفافشون. اینا میرن توی یه اتاق خیلی بزرگی، 10 تا صندلی میذارن توی اون اتاق به عنوان تماشاچی، یه پارابان خیلی نازک میذارن اونجا و خلاصه اون 10 نفرم با خودشون همراهاشون آورده بودن. توی تاریخ نوشته شده که حدوداً 40 نفر توی اتاق عروس و دوماد بوده. خلاصه عروس و دوماد بدبخت خلاصه اون شب رو صبح میکنن و بعد لویی 14 توی خاطراتش بعدها گفته بود که بدترین شب زندگیم شب ازدواجم با ماری ترزا اگه اشتباه نکنم، بدترین شب زندگیم و طولانی ترین شب زندگیم شب ازدواجم با ماری ترزا بوده و خیلی بهش بد گذشته بوده. خلاصه اون شب میگذره و با کلی کالسکه طلا و اینا عروس خانم رو برمی دارن میرن تو فرانسه و توی کاخ سکونت پیدا میکنه به عنوان همسر رسمی لویی 14. اما لویی 14 سیرمونی نداره که. لویی 14 چیکار میکنه؟ از اون ور صدر اعظم فرانسه وقتی که میبینه که برادر لویی 14 خیلی مشغول عیش و نوش و ایناست و داره توی کل دنیا دیگه میپیچه این خبر که مخنثه و چند تا مینیون اطرافش داره. مینیون معنی خوبی نداره، مردایی هستن که زن پوشن و یه خدمات ویژه‌ای رو به اون شخص میده. حالا من بازش نمی‌کنم دیگه، بیشتر از این حتما خودتون فهمیدید. دیگه داشت آبروریزی می‌شد و اینا، گفت آقا بیا اینم دستشو بند کنیم، اینم بیا سر و سامونش بدیم، من خیالم دیگه راحت بشه، با خیال راحت دیگه بمیرم و بازنشست بشم و اینا. میگن چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ چارلز دوم، اجازه بدیم من به منبع رجوع کنم ببینم درست گفتم یا نه. بچه چارلز اول پادشاه انگلستان بوده که حالا بعد طی اتفاقاتی سرش رو قطع میکنن و یه دخترم داشته. این دختر طفل معصوم با مادرش که ملکه انگلستان بوده مجبور میشه فرار کنه به فرانسه و نه به معنای مجازی، به معنای حقیقی فقر رو تجربه میکرده. یعنی واقعا مادر دختر چیزی برای خوردن تو فرانسه نداشتن، یه موقعی 2 روز یه بار یه تیکه نون گیرشون میومده و اینکه میگن تنها ملکه‌ای که توی تاریخ مجبور به گدایی شد ملکه انگلستان بود در زمان چارلز اول. بعد از اینکه چارلز دوم یعنی پسر همون چارلز اول به سلطنت میرسه توی انگلستان، مادر و دختر میگن خب خدای شکرت برگردیم بریم به دیارمون. برمیگردن اونجا و دوباره به همون دوران شکوفایی و شکوهشون برمیگردن. این دختر 16 ساله هم بسیار زیبا میشه، اسمش هم هانریت بوده و خیلی دیگه خواستگار و خواهان داشته. خواستگارا طبق طبق می اومدن اونجا و دوست داشتن با این خانوم ازدواج کنن. از اون طرف مازان صدر اعظم فرانسه میگه که خب من برای آقا چیکار کنم؟ آقا که میگم منظورم برادر لویی 14 پادشاه فرانسه است. میگه که بیایم این هانریت رو بگیریم برای آقا عقدش کنیم. وقتی که خواستگاری میکنه چارلز بدون اینکه فکر کنه موافقت میکنه، چون فرانسه اون موقع یه کشور خیلی موفقی بود و خیلی قدرت داشته، خیلی ثروت داشته. چارلز هم موافقت میکنه. خلاصه پادشاه انگلستان موافقت میکنه که خواهر بیچاره‌ش رو که مثل غنچه گل بود توی 16 سالگی بده به برادر لویی که یه مخنث بوده و فقط هم دنبال عیش و نوش بوده و احتمالاً حتما البته بچه دارم نمیتونسته بشه.
خب البته اطلاعی نداشته ولی تا اینا پیشنهاد دادن اینا قبول کردن. هانریت بیچاره هم تا میاد توی قصر تازه میفهمه که بعد 2 هفته اوه قضیه از چه قراره و تو چه منجلابی گیر افتاده. بعد دیگه توی بغض و توی شوک میگه چیکار کنم چیکار نکنم، حالا که زندگی واسه من نمیسازه منم برم واسه خودم اشغال خودم بکنم دیگه. میگه خب این وسط کیو من برم مخشو بزنم؟ میگه هر کسی که باشه مقامش چون پایین‌تر از برادر لوییه ممکنه برای من خطرناک باشه، پس میرم سراغ خود لویی. خلاصه میره مخ لویی 14 رو میزنه. لویی 14 هم که موقع متأهل بوده ولی اصلا براش مهم نبوده. خلاصه رابطه‌شون رو با هم دیگه شروع میکنن و انقدر پیش میرن. بچه‌ها میدونین چیه؟ میگن که انقلاب ها کلا و جنگ ها از یه سری، حالا کاری ندارم قدرت ها تصمیم میگیرن این سری جنگ ها رو بپا کنن، ولی یه سری انقلاب ها هست که از نارضایتی مردم شکل میگیره. انقلاب کبیر فرانسه هم در بطنش از نارضایتی مردم شکل میگرفته. شما حساب کنین اینا از صبح که بلند میشدن تمام فکر و ذکرشون خوردن و خوابیدن و عیش و نوش بوده، یعنی هیچ کار دیگه ای نمیکردن. حتی توی سیاست خود پادشاه و اینا به اون شکل چرا دستور میداده ولی به اون شکل دخالت نمیکرده، یعنی اینکه مقداری از روزشو در اختیار سیاست قرار بده و به عنوان یه شغل بهش نگاه کنه، اصلا اینطوری نبوده. فقط در طول روز میرفتن شکار، مهمونی، عیش و نوش، به همین کارا میپرداختن. مهمونی‌های لویی 14 با هانریت انقدر دیگه آوازش همه جا میپیچه که اینا دیگه خیلی دارن خرابکاری میکنن و خیلی دیگه داره آبروریزی میشه، در حدی که توی اون مهمونی‌هاشون دیگه یه رسمی افتاده بود که به هم دیگه نون پرتاب میکردن، غذاهای رو میز رو به هم دیگه پرتاب میکردن به عنوان شوخی و اینا که بهشون خوش بگذره، در صورتی که اون بیرون مردم عادی خیلی فقیر بودن و دیگه فقر داشت بیداد میکرد. فکر میکنم از همون موقع دیگه شروع شده بود که بوی انقلاب کبیر فرانسه به مشام دیگه داشت میرسید. خلاصه زن لویی 14 دیگه الان حامله بود و نمیتونست همراه اینا باشه توی این مهمونی‌ها. دیگه هرسش میگیره و میره چغالی لویی رو پیش مادرش آندوتریش میکنه. البته چغالی که بابا حقش بوده دیگه، یعنی چی آخه مرد متأهل اون وسط. خلاصه میره چغالیشو میکنه، آندوتریش هم میاد گوشه هانریت و لویی رو میپیچونه، میگه دفعه آخرتون باشه ببینم این غلطو میکنین، من میدونم و شما اگه یه دفعه دیگه ببینم. هانریت خیلی بسیار دختر تیزهوشی بوده، میگه به لویی میگه که بیا یه کاری بکنیم برای اینکه حساسیت‌ها از من کم بشه. بچه‌ها این یه جور نون برشته است، نون خشک، توی یه سری ادویه و اینا خوابوندنش، مثلا یه حالتای مزه پودر کاری و اینا هم میده. اینجا هستش میریزم روی سالاد. حالا وسط کلام خلاصه هانریت که خیلی باهوش بوده میاد به لویی میگه که برای اینکه حساسیت‌ها از من کم بشه بیا یه کاری بکنیم. تو بیا با یکی از ندیمه‌های من دوست بشو، ولی در حدی که فقط با همدیگه دیده بشین. اینجوری حساسیت‌ها از من کمتر میشه، منم میتونم راحت باهات رابطه داشته باشم. لویی هم میگه خوب باشه و اینا، استقبال میگه چقدر خوب و اینا. کدوم ندیمت؟ میگه که فلانی. میگه این که یه پاش میلنگه، بعد اصلا خوشگل نیست، خیلی زشته و اینا. میگه که خب آخه پادشاها من همه ندیمه‌هام خیلی خوشگلن و اینا، من حسودی میشه اگه شما برین با یکی از اونا دیگه مهرش به دلت بیفته و فلان، تو بیا با همین ندیمه من که میدونم عاشقش نمیشی و اینا با همین در ارتباط باش. پادشاه هم میگه باشه. یه روزی لویی 14 میره توی باغ، داشته قدم میزده، میبینه که چند تا ندیمه اونجا اون ته باغ نشستن دارن با هم حرف میزنن. میگه چیکار کنم چیکار نکنم؟ یواشکی پا میشه میره پشت اون بوته موتا ببینه اینا چی دارن به هم میگن. اینم یه جور سبزیه مثل تقریبا اسفناج، یه ذره ترشه ولی میریزم توی. میره اونجا ببینه اینا چی میگن. این ندیمه ها که داشتن با هم صحبت میکردن همشون میگفتن آره بابا این پادشاه اصلا به درد نمیخوره، اگه تاج پادشاهی نداشت اصلا هیچکی نگاش هم نمیکرد، همه به خاطر اینکه پادشاه ها نگاش میکنه و اینا. پادشاه خیلی ناراحت میشه. یه دختره بود اونجا که اون برمیگرده میگه که نه، پادشاه همه جوره خوبه، من همه جوره قبولش دارم، خیلی دوستش دارم، میپرستمش، وای من اصلا عاشق پادشاهم و اینا. خلاصه پادشاه هم میگه اوه این کیه، این کی نیست و اینا، چقدر جالبه، این تنها کسیه که منو فقط به خاطر خودم میخواد. بعد میفهمه که این دختره همون ندیمه‌ایه که هانریت براش در نظر گرفته بود و یه پاشم میلنگید. پادشاه همون شب
همون شب میره دم خونه، دم اتاق اون ندیمه که اسمش لوئیز بوده. میره اونجا، لوئیزم تو بغل پادشاه قش میکنه و میگه او پادشاه، من اصلا باورم نمیشه تو اومدی اینجا و فلان و اینا. پادشاه دیگه یه دل از 100 دل عاشق این دختره میشه، طوری که این دختره اتاقش بغل از اتاق هنریت بوده. اصلا پادشاه دیگه به هنریت نگاه نمیکرده، یه راست میرفته پیش لوئیز. خلاصه با هم دوست میشن و رفیق میشن و اینا. تا اینجای کار داشته باشیم. من سالادم هم اومده شد دوستان. بچه یه پنیر رشته‌ای داره اینجا. من معمولا توی سالادام این پنیر رشته‌ای‌ها رو می‌ریزم. اینجا به عنوان مزه استفاده میکنن، کنار مشروبات الکلی و اینا میذارن. ولی من میگیرم همینجوری میخوام. بعد توی همه سالادام میریزم. بعد میگین چرا چاق شدی؟ بیا دیگه همین. واسه همین چیزا چاق میشم. اینم بذارم. ناهار رو که دادم به بچه‌ها. خب اینم از این. خب این سالاد ما. حالا فکر می‌کنید چی میخوام بریزم؟ یه چیز باحال دارم. بچه‌ها اینقدر این سالاد خوشمزه میشه. من اصولا هر چی سبزیجات داشته باشم میریزم توی سالادم. هر چی تو خونه باشه میریزم توی سالاد. مغز بادوم، گردو. اینم یه سالاد پاییزی خوشمزه. حالا تا برم این ریخت و پاشا رو جمع کنم و بیام یکم زمان میبره. آخر شب با یه دونه فنجون قهوه میشینم همه رو براتون در کمال آرامش تعریف بچه. بعد از اینکه ماجرای باغ اتفاق میفته، لویی با خودش میشینه فکر میکنه، میگه او چه دختر خانم مهربونی، چه ندیمه خوب. این وسط لوئیز و پادشاه که خیلی کارهای اشغولانه و این سوسول بازیه که اول تو قطع کن و اینا که ما الان داریم، اون موقع یه جور دیگه بود. مثلا لوئیز و پادشاه با هم دیگه تو خلوت نشسته بودن حرف می‌زدن. لوئیز میگفت پادشاه هر وقت که از دست من ناراحت شدین، هر وقت که با هم دیگه جر و بحثمون شد، وقتی که شما میرین یه قاصد همون شب بفرستین به اتاق من با یه نامه عاشقانه تا همه چی بینمون رفع بشه، کدورت‌ها مرتفع بشه. پادشاه هم اوکیو میده. حالا تو اون زمان توی یکی از خیابان‌های انگلستان سفیر فرانسه با سفیر اسپانیا توی یه خیابونی به همدیگه میخورن با همراهاشون. پادشاه فرانسه اون موقع یه قانونی گذاشته بود برای اینکه بگه که فرانسه چون خیلی کشور قدرتمندیه، تو هر جای دنیا سفیراشون ارجحیت دارن، حکم عبور دارن، به عنوان اولین نفر عبور کنن، اول مقدم‌ترن که عبور کنن. خلاصه سفیر فرانسه و اسپانیا توی انگلستان به همدیگه میخورن و این حق تقدم فرانسه رو رعایت نمیکنن و بینشون درگیری به وجود میاد. 6 نفر از همراهای سفیر فرانسه به قتل میرسن تو اون درگیری. پادشاه که وقتی این خبر رو بهش میدن خیلی کلافه میشه و عصبانی بوده و اینا. اون شب با لوئیز جر و بحث میکنه، به خاطر اینکه یه پس زمینه ناراحت کننده هم داشته و اینا. سر یه موضوع کودکانه با هم دیگه بحثشون میشه. پادشاه قهر میکنه میره. لوئیز که کارش کلا گریه کردن بوده، اون شب کلی گریه میکنه و اینا. هرچی منتظر میمونه اون قاصدی که با هم دیگه نشسته بودن تو خلوت، سرش به توافق رسیده بودن که یه قاصد با یه نامه عاشقانه بفرست، نیومد از طرف پادشاه به اتاق خواب لوئیز. لوئیز میگه که خب پس حتما پادشاه دیگه منو دوست نداره و یادش رفته ما چه با هم دیگه چه عهدی بسته بودیم، من دیگه خیلی بدبختم و فلان و اینا. پا میشه یه چمدون میبنده میره به صومعه خودشو معرفی کنه برای اینکه بست نشینی کنه. بست نشینی هم اون موقع اینجوری بوده که کلا تارک دنیا میشدن خانمایی که میرفتن توی صومعه، دیگه کلا با هیچ کس، با خانواده اینا کلا ارتباطشون رو از دست میدادن، هیچ کس هم اجازه نداشت ملاقاتشون کنه. خلاصه لوئیس میره و بعد پادشاه به صورت کاملا اتفاقی توی یه مهمونی از زبان یکی از اون آدمایی که اونجا بوده میفهمه که لوئیس رفته خودشو معرفی کرده به صومعه برای اینکه تارک دنیا بشه و راهبه بشه. سراسیمه پا میشه میره، سوار اسب میشه، خودشو میرسونه به اون صومعه و اینا. حالا تو اون صومعه کسی رو راه نمیدادن که این جزء قوانین کلیسا و صومعه بوده که هیچکس حق ورود نداره مگر اینکه از اهالی همون دیر باشه. ولی خب پادشاه لویی 14 میره اونجا، رئیس صومعه میاد میگه اینجا چه خبر و اینا. پادشاه میگه شلوغ میکنه، میگه نه من میخوام لوئیز رو ببینم، بگیم بیاد و اینا. رئیس صومعه میگه که نه این از قوانین اینجاست و نمیشه دیگه. خلاصه لویی 14 از قدرتش استفاده میکنه و لوئیز رو اینجوری میذاره رو دستش، بغل میکنه و هندی بازی برمی‌داریم برای سوار اسب میشن و دوباره برمیگردن به قصر. خلاصه تو این فاصله
توی این فاصله لوئیس 2 بار حامله میشه، بچه به دنیا میاره، ولی توی اسناد و مدارک نوشتن که اون بچه‌ها رو روستایی‌ها بزرگ میکردن، اجازه نداشت که خودش بزرگ کنه. این وسط هانریت زنداداش لویی 14 که بهتون گفتیم یه ندیمه دیگه ای هم داشته که خیلی زیبا بوده، خیلی هم وزه بوده. اون از اون اول به لوئیس حسودیش میشده، میگفته چطور لوئیس نه قیافه داره، پاهاش هم که میلنگه و اینا، چطور اون رفته اینقدر محبوب دل پادشاه شده، من نشم؟ چرا من که همه چیم کامله فلان، منم ندیمه هانریتم، منم باید بشم معشوقه پادشاه. میگه خب چیکار کنم چیکار نکنم؟ اون زمان دیگه من خیلی مسائل دیگه حذف کردم براتون نگفتم، یه مدت زمان طولانی میگذره، لوئیس دوباره حامله میشه و کلا دیگه پادشاه ازش خوشش نمیومده، دوست نداشتش دیگه لوئیسو به اون شکل سابق. خانم مونتسپان، همین یکی ندیمه که گفتم همیشه حسادت میکرده به لوئیس، میشینه فکر میکنه، میگه که خب من با سیاست‌های زنانه نمیتونم دیگه دلبری کنم از لویی 14. اون میشینه با خودش فکر میکنه، میگه پادشاه الان یه وابستگیایی به لوئیس داره، یکیش این که ازش بچه داره، حالا گیرم که بچهش پیش روستایی‌ها اینا بزرگ میشه، ولی پادشاه اصول جوانمردی رو تا حدودی رعایت میکرده. دوم این که لوئیس خیلی گریه‌او بوده و مهربون بوده، بنابراین میدونسته پادشاه رو نمیتونه به این راحتی یا دلش رو نرم کنه. میگه خب چیکار کنم چیکار نکنم، برم پیش دعانویس. بچه‌ها اون موقع 300 سال پیش یه چیز خیلی رایج و طبیعی بوده که مردم میرفتن پیش جادوگرا و دعانویسا به قول ماها. ببین الان هنوزم که هنوز تو این قرن حاضر هنوز مردم میبینی دارن این کارو میکنن، بنابراین اون موقع دیگه همچین جای تعجب نداره. پا میشه میره پیش یه جادوگری که خیلی معروف بوده توی فرانسه، توی همون شهر پاریس هم زندگی میکرده، یه زن 40 ساله بسیار ترسناک بوده قیافش. این زن جادوگر اسمش واوازین بوده، توی خیابونی که الان به اسم بورگراد شناخته میشه زندگی میکرده. بهش یه پیشنهادی میکنه، میگه تنها راهی که تو بتونی دل یه پادشاه رو به دست بیاری اینی که نماز سیاه بخونی. این جادوگر یه روزی رو مشخص میکنه، این مونتسپان پا میشه میره اونجا که نماز سیاه بخونه. یه کشیش هم دعوت میکنن توی یه عمارت بسیار قدیمی که بیاد اونجا و نماز سیاه رو اجرا کنه براش. به مونتسپان میگن که برهنه بشه، بعد میخوابوننش روی یه سکویی، اون کشیشه میاد بالا سرش، یهو صدای یه نوزاد شنیده میشه، نوزادو میاره بالای سر خانم مونتسپان، یه صلیب میذارن روی سینه‌اش و گلوی اون نوزادو حالا نمیتونم بگم وای میسن تا اون بچه طفل معصوم جون بده و خونش کاملا بریزه روی سینه و صلیبی که روی سینه خانم مونتسپان بوده. در همون حین هم گفتن آرزو تو بگو. مونتسپان هم آرزو میکنه که لوئیس کاملا از چشم پادشاه بیفته و خودش و پادشاه به حد افراط مونتسپان رو دوستش داشته باشه و عاشقش بشه. آها، اسم اون کشیشه که اونجا حضور داشته برای نماز سیاه کشیش گیبورگ بوده. دستیارش رو صدا میکنه، در کمال خونسردی سینه اون نوزاد رو میشکافن، قلبش رو از تو سینه در میارن، میذارن روی زغال افروخته و وای میسن تا اون قلب کاملا سیاه بشه و بعد میدش به خانم مونتسپان، میگه که اینو باید توی چند وعده بدی به پادشاه، یعنی بدی به خوردش، چیز خورش کنی. اینجا توی اسناد و مدارک گفته که این ماجرا عین واقعیته، زیرا بعد از اینکه واوازین زن جادوگر و گیبورگ کشیش دژخیم صفت توقیف شدن و تحت استنطاق قرار گرفتن، اعتراف کردن که طفل مزبور رو از یک زن بی‌بضاعت گرفتنش و بهش وعده اینو دادن که بچت قرار بره پیش یه خانواده‌ای که مادر اون خانواده به شیر بده و بزرگش کنه و تحت سرپرستی قرارش بده. اون زن بی‌بضاعت بیچارم بچه خودش رو میده دست این کشیش و جادوگر و این بلا سرش میاد. و توی اون اسنادی که بعدها کشف کردن، بعد از اینکه از این کشیش و جادوگر بازجویی کردن، توی اون اسناد نوشته شده بود که همون روز که این نماز سیاه برای خانم مونتسپان خوندن، قبلش 5 تا نماز سیاه دیگه اجرا کرده بودن و تو هر 5 تاش 5 تا نوزاد دیگر رو به قتل رسونده بودن به این شکل. خلاصه خانم مونتسپان اون نماز سیاه اجرا میکنه به صورت کامل و برمیگرده به قصر و اون قلبو میده به خورد پادشاه لویی 14. ولی در کمال تعجب میبینه که نه تنها جواب نداد، بلکه پادشاه لویی 14 یه عنوان بسیار فاخرم مرحمت میکنه به لوئیس و عنوان دوشس دو بوژور این عنوانو میده به لوئیس.
خلاصه مونتسپان که خیلی عصبانی بوده دوباره برمیگرده پیش جادوگر، دو دستی اینجوری میزنه تو سرش، زنی که تو به من گفتی که این کارا رو انجام بدم، دیگه دل پادشاه با منه و نمیدونم دلشو میبرم فلان. نه تنها این اتفاق نیفتاد، این جریان شد، بهش عنوان سلطنتی هم داد. زن جادوگر میدونست که جادوش الکیه، به جادوگری خودش اعتماد نداشت ولی تجربه داشت. میدونست که اگه یه پادشاه یه عنوان سلطنتی یا هدیه‌های گران قیمت بده به یکی از معشوقه‌هاش، این یعنی که اون معشوقه از چشمش افتاده و میخواد یه جوری از سرش باز کنه. برمیگرده بهش میگه نه، این جادو زمانی اتفاق میفته که به صورت کامل اتفاق میفته که یکم بهش زمان بدی، فرصت بدی تا اون آدم از چش پادشاه بیفته. تو این مدت فکر می‌کنی مونتسپان چرا دست به کار نشده بود وقتی که هم خودش هم لوئیس ندیمه هانریت بود؟ چرا اجازه داد که لوئیس همچنان موش بدونه؟ به خاطر اینکه خودش از طرف ملکه مادر معرفی شده بود به دربار و از ملکه مادر میترسید. وقتی که ملکه مادر میمیره، خانم ملکه آن دوتریش مادر لویی، وقتی که میمیره دیگه هیچ مانعی برای خودش نمیبینه که اونم بشه معشوقه پادشاه. خلاصه یه مدتی میگذره، پادشاه برای اینکه مونتسپان رو کنار خودش داشته باشه باید ندیمگیشو، جایگاهش رو تغییر میداده. یعنی از اینکه مونتسپان ندیمه هانریت زنده داشتش باشه، اونو برمی‌داشت ندیمه ملکه همسر خودش میکرد. اون موقع دیگه همسر لویی شده بود ملکه. بنابراین مونتسپان هم میشه همراه و ندیمه ملکه و هر جایی که میرفتن سفرهای سلطنتی دیگه نزدیک پادشاه بود و همراهش بود. اون موقع فرانسه با هلند در جنگ بود و لویی تو سرش سودای تصاحب هلند هم داشت. بنابراین پادشاه اهل و عیال رو جمع میکنه به همراه ندیمه ها و اینا، میگه که بیاین بریم هلند، میخوایم بریم اونجا رو تصاحب کنیم. اون موقع توی جنگ ها بچه ها و زن ها مسئولیت داشتن توی جنگ ها. یعنی چی؟ مثلا جبهه جنگ میرفت یکم جلوتر، این خیمه های پادشاهی و خانواده‌اش و بچه‌هاش و اینا یکم دورتر سکنا میگزیدن تا پادشاه به جنگش و اینا برسه، که خود پادشاه هم نمیجنگید، همون دور با زن و بچه و اینا میمون، بقیه میرفتن میجنگیدن. یه سری چیزای جالبی اون موقع بوده، از اصول جوانمردی توی جنگ ها بوده. مثلا اون قلعه‌ای که تو هلند اینا محاصرش کرده بودن و می‌خواستن تصاحبش کنن، پیغام داده بود به لویی که پادشاه، ما چون می‌خوایم تا آخرین نفس مقاومت کنیم و ممکنه این جنگ خیلی طولانی بشه و اینا، لطفاً محل استقرار خانواده‌تون، زن‌ها و بچه‌ها رو بگین که ما اشتباهی توپ‌هامونو از توپخانه شلیک نکنیم اونجایی که اونا هستن. یا مثلا توی یکی از اسنادشون اومده که اون موقع وقتی دو تا گردان به همدیگه میرسن، دو تا گردانی که کشورشون توی جنگ بودن به همدیگه میرسن، این میگه که خب ما می‌خوایم الان با هم بجنگیم چون که با هم خصومت داریم، اول شما شلیک کنین. اون گفت نه اول شما شلیک کنین. نه تو رو قرآن اول شما شلیک کنین. خلاصه این چیزا رو خیلی رعایت می‌کردن. مثلا اون موقع که لویی خانواده‌شو گذاشته بود اونجا پشت جبهه جنگ، از همین قلعه برای خانواده لویی 14 با هم دیگه تو جنگ بودن ولی براشون یخ میفرستادن و یه عالمه مواد غذایی و اینا. یه جا مثلا نوشته بود، یکی از نامه‌هاشو به دست آورده بودن، میگفتش که لویی نوشته بود که اگه میشه یکم یخ بیشتری بدین، این یخا زود تموم میشه. بعد اونایی که تو قلعه بودن نوشته بودن ما جیره بندی کردیم که چون این جنگ قرار طولانی بشه، یه وقتی به وسطاش رسید شما بدون یخ نمونین، بنابراین یه کمی مراعات کنیم، ما حالا بقیه‌شو دوباره بهتون میدیم. خلاصه که این چیزا رو خیلی رعایت می‌کردن توی جنگ. کاش الان هم اینجوری بود. صبر کن، یه چیزی یادم رفت. آها، میدونستین که خانم مونتسپان متأهل بوده؟ بگم براتون، شوهر خانم مونتسپان از سفرهای زیارتی و سیاحتیشون برمیگردن که همسرشون رو در دربار ملاقات کنن. حالا این وسط یه نمایشی رو داشتن اجرا می‌کردن توی یکی از مهمونی‌ها که نویسنده این نمایش مولیر، نویسنده معروف فرانسوی بوده. اسم نمایش چی بوده؟ شوهر فریب خورده. اون شب شوهر خانم مونتسپان کلی میشینه میخنده و خیلی خوشش میاد از نمایشنامه و فلان و اینا، ولی از فرداش یهو متوجه رفتار عجیب و تیکه هایی که دربار بهش میندازن میشه. بعد میبینه که به زنش مثل که ملکه دارن احترام میذارن و این خیلی غیر طبیعی بود، چون جایگاه علاوه مقام زنش هم خیلی پایین‌تر از ملکه بود. ولی میدید که اوه چرا انقدر به زنم احترام میذارن و اینا. خلاصه با خواهش و تمنا از چند تا از مردای اونجا خواهش میکنن که واقعیت ماجرا رو براش تعریف کنن. اونا هم بهش میگن که بله، خانم شما معشوقه لویی 14. آقای مونتسپان قلبش تیکه پاره میشه، انقدر ناراحت میشه که یه کاری انجام میده که با خودکشیش فرقی نداره. چیکار میکنه؟ لباس سیاه میپوشه و توی یه جمعی که خیلی از درباریا بودن یه سیلی میزنه تو صورت زنش و میاد بیرون.
بعدم پادشاه میبینتش، میگه چه اتفاقی افتاده، کسی از اقوامت فوت کرد و اینا. آقای مونتسپان هم میگه که نه پادشاه، من در این لحظه همسرمو از دست دادم، همسر من از نظر من دیگه مرده و من میخوام براش عزاداری کنم. پادشاه که خیلی عصبانی میشه چون حکم یه فحش داشت براش، دستور میده که زندانیش کنن. ولی بعد میبینه که این ماجرایی که اتفاق افتاده توسط سن سیمون، تاریخ نویس و اصیلزاده‌ای که توی دربار همیشه حضور داشته و میگن که ساعت به ساعت اتفاقای توی دربار رو مینوشته، به خارج از قصر نفوذ کرده و همه مردم دارن راجع به شعر میگن و میخندن و پچ پچ میکنن و فلان. دید که این اصلا نقل مجالس شده و برای آبروش و فرانسه خیلی خطرناکه. بنابراین شوهر خانم مونتسپانو از زندان آزاد میکنه و میگه برو، فقط تبعیدت میکنم برگردی بری به شهر خودت. آقای مونتسپان بیچاره وقتی که برمیگرده برای زنش یه دونه مراسم ختم و خاک سپاری میگیره با یه تابوت خالی و میگن که تا سالیان سال هی از این اتفاقی که برای آقای مونتسپان بیچاره افتاده بود نمایشنامه درست میکردن، شعر درست میکردن و خلاصه اتفاق عجیبی بود به نظرم. دلم براش سوخت. بچه‌ها اینقدر آوازه این اتفاق خیلی رمانتیکی که برای آقای مونتسپان افتاده بود توی شهرها و حتی کشورهای مختلف میپیچه، میان برای پادشاه میگن، به گوشش میرسونن که یه همچین چیزی بین مردم داره دهن به دهن همینجوری میچرخه و ازش شعر و نمایشنامه و اینا درست میکنن. لویی 14 یه جمله خیلی معروفی داره و اونم اینه که میگفت اسلحه مردم، اسلحه توده، تصنیف و شعره. اگر شما بخواید جلوی این اسلحه رو بگیرین و قد علم کنی جلوی تصنیف و شعر مردم، اون وقتی که مردم اسلحه واقعی به دستشون میگیرن و اون وقتی که یه خطر بزرگ پادشاهی رو تهدید میکنه. بنابراین ازش گذشت. ولی بهتون بگم این خانم مونتسپان وزه خیلی جنایتکار بوده. من خیلی چیزا رو یادم رفته بود به خاطر اینکه این کتابا و اینا رو توی 13 14 سالگی خونده بودم، به خاطر مجبور شدم برم کلی سرچ کنم. رفتم کلی گشتم و اینا، دیدم چقدر جنایت کرده بوده. مثلا توی اون تاریخا توی دربار یه دختر 17 18 ساله‌ای اومده بود که خیلی زیبا و ملیح و معصوم بوده و پادشاه عاشق و شیفتش میشه. مونتسپان دیگه خیلی اون موقع توی تاریخ میگفتن مثلا از زبانهای آدمای مختلف نقل کرده بودن که مونتسپان دیگه خیلی چاق شده بود، طوری که دیگه همه مسخره میکردن چاقیشو. مونتسپان دید که دیگه موقعیتش در خطره. گفت چیکار نکنم. دوباره میره پیش اون جادوگره و بهش میگه که باید دوباره جادوی سیاه و از این حرفا. جادوگر میگه نه بابا این دختره که عددی نیست، به نظرم بهش سم بدیم. اون موقع شیمیدانای اون موقع یکی از کارهایی که انجام میدادن و تخصصشون بود درست کردن سمایی بود که حالا یا بلافاصله تاثیر میکرد یا 4 5 روز بعد طرف میمرد در اثر اون سمه. یه سمی بود به نام سم خوک، طوری که اون سمو به خوک میدادن، خوک بیچاره تلف میشد، بدنش میذاشتن تجزیه بشه، اون خونابه و چرک و کثیفی که از اون خوک به وجود میومد عصاره‌شو میگرفتن و تبدیل به یه سم بسیار کشنده میشد. خلاصه این دختر تفلک یه روز تو باغ نشسته بود و خلاصه این سم رو این مونتسپان به خوردش میده، دخترم میمیره. خلاصه وقتی که این سمو به خورده اون دختر میده، اون دختر وقتی که داشته جون میداده تو ثانیه‌های آخر مرگش، دکتر میاد میگه که قولنج کرده. چای نبات بدین. دکتر میاد میگه که قولنج کرده و اینا. دختره ولی متوجه میشه، میگه که نه من قولنج نکردم، من مسموم شدم، احساس میکنم داخل بدنم داره ذره ذره ذوب میشه و میدونم این کار مونتسپانه، اونه که به من زهر رو داده. آها این دختر طفل مسموم، همین دختر 18 سالهه، وقتی که با سم مسموم میشه بعدا میفهمن که حاملا بوده. ماشاءالله این لویی هم خوب کار می‌کرد. من الان فکر کنم کل جمعیت فرانسه، اصلا شاید ما هم نواده‌های لویی باشیم، معلوم نیستش که. والا کجا بودیم؟ آها بچه‌ها من میخوام پایان کار هر کدوم از این آدم‌ها رو براتون بگم، چیزی دیگه نمونده، یه 2-3 دقیقه شاید. اگر تا اینجای کار خوشتون اومده لایک و سابسکرایب یادتون نره. خب بریم سراغ این که گفتیم که لویی 14 اون موقع در سرش سودای تصاحب هلند داشت. گفت برای اینکه هلند رو بگیرم بهتره که با چارلز برادر هانریت که اون موقع پادشاه انگلستان بود هم پیمان بشم. گفت چیکار کنم چیکار نکنم؟ برم به هانریت بگم هانریت بیا برو با داداشت صحبت کن، یه ندیمه خوشگل ترگل ورگارم میدم بهت، چون اون موقع توی انگلستان به خاطر آب و هواش و اینا زن زیبا خیلی کم بود، به ندرت به وجود داشت، به وجود میومد. یه زن زیبا هم بهت میدم که ببری اونجا، حتما داداشت خوشت میاد، رگشو خلاصه چیز کن دیگه، نظرشو جلب کن و اونم با من هم پیمان بشه و بتونیم هلند رو از پا در بیاریم. هانریت هم میگه که خب اگر که من قراره این کارو بکنم، شوهر من که میشه برادر تو، چه برادر تو برادری شده، هانریت برادرش پادشاه انگلستان بود، لویی هم برادر شوهر هانریت بود.
هاریت بهش میگه که برادر تو یه آدم مخنثه، دور و برش پر مینیون و آدمای عجیب غریبه. من میخوام از این فساد دست برداره و دوباره برگرده به من، دوباره با من باشه. دوست دارم زندگی زناشویی خوبی رو تجربه کنم. شاه هم بهش میگه که باشه و مینیون ها و اون آدمایی که دو جنسه بودن و اینا از دور و بر آقا، بهش میگفتن آقا دیگه به برادر لویی، از دور و بر اون همه رو تبعیدش میکنه. آقا هم خیلی عصبانی میشه از این ماجرا و حسابی عقده میکنه که زنش رو از بین ببره. اونم چیکار میکنه؟ میره پیش دعانویس طبق معمول، میره پیش یه جادوگر و بهش یه سمی میده که بعد از اینکه هانریت رفت انگلستان و برادرش رو راضی کرد و برگشت، بده بهش بخوره بمیره از دستش راحت شه. خلاصه هانریت هم با اون ندیم خوشگله میره انگلستان. چارلز هم از اون ندیم خوشش میاد، موافقت میکنه، اتحاد بین انگلستان و فرانسه بسته میشه بر علیه هلند. هانریت که برمیگرده، یه روز که توی باغ داشت برای خانم‌ها تعریف میکرد که او برادرم به خاطر من چه مهمونیایی ترتیب داده و چقدر بهم خوش گذشته، توی شربتی که داشت میخورد اون زهر رو میریزن میخوره و بعدم میمیره خیلی زود. آقا هم که دیگه میبینه هیچ مانعی وجود نداره، دوباره مینیون ها رو جمع میکنه دور خودش، دوباره به همون فساد و فسق و فجور و لهو و لعبش ادامه میده. خلاصه بچه توی اون دوران مونتسپان دیگه خیلی توی دربار به قدرت رسیده بود، حتی قدرتش دیگه از ملکه هم بیشتر شده بود و دستور میده یک کاخ بسیار تجملاتی توی پاریس براش درست کنن و از خزانه دولت خیلی بابت این کار خرج میکنه. توی تاریخ اومده که الان اون کاخ دیگه وجود نداره، یعنی توی یکی داره بهم زنگ میزنه، بذار ببینم کیه. خب میگن که اون کاخ بعدها توی انقلاب کبیر فرانسه توسط مردم ویران شد، ولی جای کنونیش الان ایستگاه راهن شهر ورسای هستش. بعد از اینکه این اتفاق میفته، لوئیس بود دوباره تصمیم میگیره بره صومعه خودشو معرفی کنه، تارک دنیا بشه و راهبه بشه. لوئیس با کلی گریه و فلان و اینا، البته در تاریخ اومده که یه روز با ملکه ملاقات میکنه، با ملکه فرانسه، و ازش طلب حلالیت میکنه، میگه که منو ببخش و فلان و اینا. یکی داره به من زنگ میزنه. خلاصه ملکه هم میبخشتش. لوئیس هم از پادشاه هم خدافظی میکنه. میگن که تو اون لحظه پادشاه خیلی ناراحت شده بود که حالا دوست قدیمیشو یا معشوقه سابقشو داره از دست میده اینا، ولی دیگه مثل سابق جلوشو نگرفت. شاید هم فکر کرده که او از دستش راحت میشن. لوئیس اون موقعی که خودشو معرفی میکنه به دیر برای راهبه شدن و تارک دنیا شدن 29 سالش بوده و تا سن 66 سالگی توی اون سلول میمونه در تنهایی. صبح 5 صبح بلند میشد، تا ساعت 11 شب نیایش میکرد و این شده بود تنها کاری که اون بلد بود انجام بده. یه صندلی، یه سلول تاریک، یه تخت کوچیک، تنها چیزایی بودن که لوئیس باشون در ارتباط بود تا آخر عمر. چقدر غم انگیز. بچه‌ها میگن لوئیس تو همون صومعه تو سن 66 سالگی که از دنیا میره، همونجا دفنش میکنن. همه قبرها و کلا اون صومعه بعدها از بین میره، ولی قبر لوئیس هنوز که هنوزه توی باغچه خصوصی توی کشور فرانسه وجود داره. 1 سال بعد از این ماجرا، مونتسپان میبینه که دوباره از چشم پادشاه افتاده و پادشاه بهش بی‌اعتنایی میکنه. میگه خب چیکار کنم چیکار نکنم؟ برای دومین بار میره پیش اون جادوگر خبیث. 15 سال بعد از این دومین باری که رفته بود پیش این جادوگره و اون کشیشه دستگیر میشن و همه همراهاشون که نزدیک 30-35 نفر میشدن هم دستگیر میکنن و مورد بازجویی قرار میدن و یکی از بزرگترین دادگاه‌های اون تاریخ بوده. وقتی که باغ خونه این جادوگر رو میکنن، با جسد 2000 تا کودک مواجه میشن که البته من خارج از این کتابا توی اینترنت و اینا که سرچ کردم میگفتن، یه سریا میگفتن که این خانم کار سخت جنین هم انجام میداده، ولی با توجه به شواهدی که به دست اومده بوده به این نتیجه رسیده بودن که همه رو به همون شکل ذبح کرده بودن. این بچه‌ها همون جوری به قتل رسیده بودن که سر نماز سیاهی که با مونتسپان داشتن به قتل رسیده بودن. خلاصه این جادوگر به همراه 35 نفر دیگه از جادوگرها و کشیشایی که تو این کار دست داشتن در وسط میدان شهر سوزانده میشن که حقشون بود واقعا. سوزانده میشن و این اسناد از کجا به دست اومده؟ توی بازجویی که از این جادوگر به دست اومده بود اشاره کرده بود که مونتسپان و خیلی از رجال سیاسیونی که اون موقع وجود داشتن و خیلی آدمای معروف و مهمی بودن می اومدن بهش مراجعه میکردن و اسامی همشون توی تاریخ اومده. وقتی که به گوش پادشاه میرسه این جریان، پادشاه شوک میشه، ولی برای اینکه سلطنتش رو در خطر میبینه تصمیم میگیره که، یعنی دستور میده که تمام این اسناد و مدارک به قلعه باستیل
همین قلعه باستیل معروف، به اونجا انتقال داده بشه و محافظت بشه ازشون. حالا چرا نابودشون نکرد؟ یکی از دلایلش این بود که اسم رجال سیاسیون خیلی زیادی اومده بود و به این فکر میکرد که اگه بعداً اینو بخوام بر علیه شورش کنن، این آدمای بزرگ، بتونه از طریق این اسناد یقه‌شون رو بگیره و محاکمه‌شون کنه. بنابراین چیزی نابود نشده. 108 سال این اسناد توی قلعه باستیل ازشون محافظت میشه. بعد در جریان انقلاب کبیر فرانسه، وقتی که مردم حمله میکنن که اون قلعه رو خراب کنن و ویرانش کنن، متوجه این اسناد میشن و جهان با یه شوکی مواجه میشه. و خلاصه این بود داستان این زن بدجنس جادوگر. به سلامتی تاریخ. بچه‌ها دم همتون گرم. تا برنامه بعدی، خدافظ.